خب الان توی این کانالای بتون که دارم راه میرم که قراره حالا بیان اینجا فونداسیون رو پیاده بکنن، برای من حکم راه رفتن توی بهترین منظره دنیا، حکم راه رفتن توی خیابون شانزلیزه، حکم راه رفتن تو بهترین جاها رو داره. میدونی چرا؟ اول تصویر دیدی، اول ویدیو دیدی که کانال اولی چقدر به هم ریخته بود، چقدر به قول معروف درب و داغون بود. این کانال ها همه‌شون مرتب شدن، همه‌شون آجور چینی شدن، خاکای بالا همه برداشته شدن. به این دلیله که الان راه رفتن اینجا برام لذت بخشه. برای که برسم به این مرحله و این کانالا درست بشه و آماده بشه که میلگردا بیاد که بخوایم بتون رو بریزیم، 30 روز وقت از من گرفته و 30 روز اینجا هرس و جوش خوردن و دغدغه فکری داشتن و خب الان چجوری رفتار بکنیم و همونجوری هم که میبینین دور تا دور این زمین خونه همسایه هاست، همه شون هم خونه های قدیمی ساز. نگران این باشیم که این میریزه نمیریزه. الان نکن مثلا این به قول معروف پی یا همون فونداسیون این پایین، پی یا همون فونداسیون ساختمون همسایه است، یا اون روبرو هم به همین صورت. اون خونه اون طرفی که الان تصویرشو میگیرم، اون که به قول معروف اصلا کلا خونش تو نم و رطوبته. اینجوریه که راه رفتن اینجا برام لذت بخشه. امیدوارم که بقیه دوستانم بتونن یه همچین چیزی رو تجربه کنن و بفهمن که من چی دارم میگم. اینم که عمو رمضانمونو خسته نباشید.